سلام بچه، خوش اومدید به اولین ویدیوی چنلمون. خب خیلی سریع بدون معطلی میریم سراغ اتچمنت ها. اولین اتچمنت برای گان AK-117 که گان خوبیه. این سیزن یکم ضعیف شده ولی بازم به درد میخوره. این اتچمنت بدون اسکوپشه. اگه بخواین بهتون میگم با اسکوپ چجوری بزنین. الان میبین دورم خوب میزنه. در کل اتچمنت به درد بخوریه. برای فایت های نزدیکم خیلی چیز خوبیه. آره، چیز خوبه. نگاه کنین هیچ لگتی هم نداره، مخصوصا برای فاصله های 40-50 متر دمیج خوبی هم میده. اوکیه، گان خوبیه ولی یکم ضعیف شده. خیلی پیش نمیشه اعتماد کرد. به نظرم میتونین جای این گرا هم برداریم. به پشت اینمی هم دمیج میده. اینم اتچمنتش. گان بعدی هم از دسته SMG است. گان CBR4. به نظرم گان خوبیه برای رنجای نزدیک، ولی میتونیم QQ9 رو QQ9 جاش برداریم با این گان جدیدی که این سین اومده. الان اسمش یادم رفت. آره خلاصه، ولی به نظرم CBR4 گان خوبیه با این اتچمنت. دیگه برای هیپ فایر خوبه. به نظر من هیپ فایرش بهتر از ایمش میزنه در کل. بعد دیگه ایمم به نظرم روش نندازین چون خیلی به کار نمیاد. فاصله های دورم متوسط میزنه، خیلی خوب نیست. نگاه کنین لگت آنچنانی هم نداره. برای SMG گان اوکیه. از دورم خوب دمیج میده دیگه. اوکیه، گان خوبیه در کل. توی مولتی هم خوبه ولی بعضی وقتا ایمش خفر میکنه مثل M13. اینم اتچمنتش. بعد گان بعدی از دسته شاتگان است که HS. خیلی پیشنهادش نمیکنم. HS رو نگاه کنین چند بار زدمش نمرد. HS در کل شاتگان خوبی ها، نمیگم بده، ولی اونجوری خوب نیست که همه رو وان شات کنه. اگه پرک خوب، مثلا پرک لانگ بریل یا لانگ بریل شاتگان بندازین روش، خیلی خوب تر میزنه نسبت به الان که هیچ پرکی روش نیست. حالا من نمیدونم چرا دایموندش کردم، مرضم چی بوده، ولی دایموند کردم. الان دیگه حوصله گان دایموند کردنی ندارم. همین آره، نگاه کنین فاصله های حدودا 5 متر وانشاته. بیشتر از 5 متر دو شات. اینا موومنت خوبی هم میشه زد با این اتچمنت. موومنتش سریعه. اینم اتچمنتش. اگه خواستین میتونین استوکو بردارین جاش یه دونه بر بزنین. گان بعدی از دسته سنایپاس که DLQ فلاش بنگی. ببین اسکوپش خیلی سریع باز میشه، برای راش خیلی چیز خوبیه. من یکم اسنایپر اوکی نیستم ولی دیلم دایمونده. هر گانی که استفاده نمی کنم دایمونده. آره خلاصه، وقتی میزنین روی انمی برای 1 ثانیه انمی قفل میکنه، دوباره میتونین تیر بعدی رو بزنین دیگه. مخصوصا برای راش خیلی چیز خوبیه. یه دونه هم پرک خشاب اسنک بندازین روش دیگه عالیه. ولی اگه میخواین اسنایپر دیگه بکشین، به نظرم HDR بکشین یا لوکاس. اوکی نگاه اوکی، الان اینم اتچمنتشه. حالا گان بعدی از دسته شاتگان هست. شاتگان KRM که به نظر من جای HS KRM بکشین. یعنی این اتچمنت خیلی عالیه. ببینین از اونجا 2 شات کرد. اگه پرک لانگ بریل لجند و لانگ بریل شاتگان لجند هم روش بندازین دیگه مارکسمن میشه. از هر فاصله نهایت 2 شات بکنه. تو شورت ویدیو هم فکر کنم دیدین که با مارکسمن چه شاتایی زدم. آره خلاصه، در کل یه لایک حساب بکنین که ما هم میتونیم حمایت شیم. آره نگاه کنین شاتگان خوبیه، خوبم میشه باش موومنت زد. اوکیه. آره دیگه، ببین موومنت خوبی هم داره. بعدش به نظرم رو شاتگان اسکوپ نندازین. یعنی اسکوپ رو شاتگان کلا کارو خراب میکنه. ولی اگه خواستین نه کریم بکشین نه HS، به نظر من BY بکشین. اصلا سمت آرگوس نرین چون بدترین شاتگان بازیه.
ببین از اون فاصله هم اون همه دمیج میده، دمیج خوبی داره. آره خلاصه اتچمنت های مولتی هم توی شورت ویدیو ها میذارم. اگه اتچمنت مولتی میخواین شورت ویدیو ها رو نگاه کنید. خیلی ممنون که تا اینجا نگاه کردین. اتچمنت کرم. خداحافظ.